سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم ینوار تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مولا یعقوب از کشته شدن 10 زاده تاجیکستان در افغانستان خبر داد. مرافعه پرونده پر سر و صدای قتل شهرت اسمت اللهیف آغاز یافت، ولی پشت درهای بسته. در استرافشان به یک عائله نیازمند خانه توفه کردند. مرگ راننده و مسافر در دو صدمه مرگاور در روز سال نو. بازداشت زن کیسه‌بر در بازار استرافشان و دزدی 4 سر چاروا در غفوروف. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه عالی تاجیکستان روز 25 دکامبر سال 2023 به محاکمه پرونده پر سر و صدای ربودن و قتل معاون اول رئیس آریان بانک شهرت اسمت اللهیف آغاز کرده است. ولی مرافعه پشت درهای بسته در داخل بازداشتگاه یا سزای رقمی 1 می‌گذارد. مقامات دادگاه عالی تا حال خبر آغاز مرافعه این پرونده از همه پر سر و صدای 1 سال گذشته را رسما یگان شرح ندادند، ولی پیوندان یکی از متهمان به شرط ذکر نشدن نامش روز 2 ینوار سال 2024 به رادیوی آزادی گفته است مرافعه اول 25 دکامبر سال 2023 دایر شد. محکمه روزهای 26 و 27 دکامبر نیز ادامه کرد. امروز 2 ینوار مرافعه جریان دارد. بجز از وکیلان مدافع کسی دیگری اجازت اشتراک در مرافعه را ندارد، افزود او. قبلا آزیا پلوس با تکیه به منابع خود خبر داده بود که دادگاه عالی تاجیکستان به این پرونده مور مخفی زده است و محاکمه‌اش پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. سبب مور مخفی زدن این پرونده تا حال رسما یگان شرح داده نشده است. دادستان کل تاجیکستان هنوز روز 18 نوامبر سال 2023 پرونده ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف را برای بررسی به دادگاه عالی سپرده بود. دادستان همان وقت گفته بود که در این جنایت 14 نفر از جمله دلشاد سید مرادوف عیبدار می شوند. دلشاد سید مرادوف معروف با لقب دلشاد اسبه که در گذشته کارمند مقامات حفظ حقوق تاجیکستان بود، از سوی تفتیشات سرکرده گروه آدمربایان شمرده می شود. دلشاد اسبه را که بعد ربودن و کشته شدن شهرت اسمت اللهیف ترک تاجیکستان کرده چندین ماه در روسیه در حال فرار قرار داشت، در اول ماه اکتبر از روسیه به تاجیکستان آوردند. بنا به فرضیه تفتیشات در ربودن و عذاب و شکنجه و قتل شهرت اسمت اللهیف 5 نفر از آدمربایان دلشاد سید مرادوف، اکبر احمدوف، رستم اشوروف، شاروخ خوجایف و بختاور سفروف اشتراک فعال داشتند. همین 5 نفر شام 23 ایون سال 2023 اسمت اللهیف را در نزد خانه‌اش در پایتخت در ماشین بار کرده به یک منزل از قبل اجاره گرفته در دهه شاداب جماعت چارباغ نوی ورزا بردند. اسمت اللهیف ساعت 3 صبح 24 ایون بعد 7 ساعت شکنجهش دیگر بین همه عذاب و عقوبت تاب نآورده جان داده است. آدمربایان جسد او را همراه ماشین به دریای زرافشان پرتافته فرار کردند. جسد اسمت اللهیف را بعد 50 روز جستجو روز 30 آگوست بعد انجام تشخیص‌های دنک از جمله در یک تشخیصگاه مسکو در آرامگاه سر آسیای شهر دوشنبه به خاک سپردند. مولا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و رژیم نو طالبان و پسر کلانی اساسگذار این گروه تندرو مولا عمر روز 31 دکامبر سال 2023 در یک نشست در کابل درباره کشته شدن 10 زاده تاجیکستان و پاکستان و بازداشت 10 خارجی در حمله‌های آخر به مسجد و خانقاه‌ها و مدرسه‌ها در افغانستان خبر داد و از مقامات تاجیکستان و پاکستان خواست تا مانع به افغانستان سرازیر شدن شهروندان تفنگدارشان شوند. بنا به گزارش روزنامه 8 صبح مولا یعقوب گفته است در 12 ماه گذشته 10 شهروند تاجیکستان از سوی طالبان کشته و 100 تن دیگر بازداشت شدند. او رقم‌های دقیق‌تر درباره تاجیکستانی‌های در افغانستان کشته شده یا بازداشت شده و یا جزئیات درباره شخصیت آنها نآورد، ولی افزود که بعد تاجیکستانی‌ها در جای دوم در میان جنگیان خارجی زادگان پاکستان می‌آیند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات نیروهای ما کشته شدند و 100 تن دیگر بازداشت گردیدند. گفته است مولا یعقوب او از تاجیکستان و پاکستان خواست مرزهای زمینی و هوایی خود را به طور جدی نظارت کنند و مانع به افغانستان رفتن تفنگداران نشوند. مقامات تاجیکستان به این بیانیه مولا یعقوب رسما تا حال واکنش نکردند، ولی قبلا خبرهای درباره اشتراک
فعالانه جنگیان تاجیکستانی در حمله های داعش خراسان یک گروه نیستون رفت ولی رقیب طالبان بالای مکتب ها و مسجد ها و علیه شخصیت های علایده در افغانستان خبرها به دست رسیده بودند. از جمله گفته می شد که عاملان اساسی سوی قصد به والی از سوی طالبان تعیین شده ولایت بلخ نیز زادگان تاجیکستان بودند. محمد داوود مزمل صبح 9 مارس سال 2023 بر اثر ترکش مرگ طلبانه در جای کارش کشته شد. مقامات تاجیکستان از حضور زادگان این کشور در هیئت گروه تندرو در افغانستان اظهار نگرانی میکنند، ولی بیشتر در مورد گروه جماعت انصارالله که در افغانستان عمل میکند و از پیمانه‌های طالبان به شمار میروند. در دوام سال 2023 دو دفعه ماه اپریل و ماه سپتامبر مقامات امنیتی تاجیکستان از بی‌ضرر کردن جنگجویان انصارالله که گفته میشد از خاک افغانستان وارد قلمرو تاجیکستان شدند خبر داده بود. جماعت انصارالله که در تاجیکستان سازمان تروریستی شناخته شده است، در افغانستان تشکیل یافته اساساً جنگیان زاده تاجیکستان را متحد میکند. روزنامه 8 صبح همچنین خبر داده است که شماره زیاد جنگجویان از آسیای مرکزی با خانواده‌های خود در افغانستان زیر چتر طالبان حضور دارند و حدود 300 خانواده اعضای گروه حرکت اسلامی ازبکستان و انصارالله در شمال و شرق افغانستان زندگی و فعالیت دارند. در عرفه سال نو میلادی مسئولان شهر نویه‌ها و جماعت‌های گوناگون تاجیکستان درباره عیادت سابقه‌داران و کهنسالان و خانواده‌های کم بضاعت و ارائه بسته‌های توبه‌های سال نو یا کمک‌های غذایی به این شهروندان خبر دادند. اما طور شهرداری استرافشان در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد در این شهر با یک اقدام برای مقامات دولتی تاجیکستان کم سابقه به یک عائله نیازمند خانه تحفه کردند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس شهر روز 31 دکامبر سال 2023 شهردار استرافشان ادهم مأمورزاده خودش شخصا به عیادت این عائله رفته همچون تحفه سال نو به شهروند معرفت کمالوف کلید خانه دو حجرگی را تقدیم کرده است. معرفت کمالوف طی چند سال آخر با عائله‌اش اجاره نشین بوده، صاحب 2 فرزند میباشند و طی چند سال آخر برای تامین گردیدن با منزل استقامتی دائمی به مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر مراجعت میکرد. مورد ذکر است که یک سال آخر با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان هر ماه مبلغ اجاره خانه موقتی معرفت کمالوف از حساب فوند ذخیروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان داده میشد. همکنون با دستگیری صاحبکاران محلی و شخصان سخاوت پیشه آرزوی دیرینه عائله مذکور عملی گردیده در عرفه سال نو صاحب منزل استقامتی شخصی گردیدند. گفته می شود در اطلاعیه دفتر مطبوعات رئیس شهر استرافشان درباره اینکه کدام از صاحبکاران محلی و شخصان سخاوت پیشه برای صاحب خانه شدن عائله معرفت کمال و کمک رسانیدند چیزی گفته نشده است. قبلا درباره چندین مورد از جانب مقامات شهر و نویه‌ها تحفه کردن خانه گزارش شده بود، ولی اساساً سخن درباره تحفه کردن خانه به ورزشگران و اهل فرهنگ برای دستاوردهای ارزشمندشان در عرصه بین المللی می رفت و به عائله‌هایی که 4 گانه و حتی 5 گانه به دنیا می آوردند. به عائله‌های محتاج و کم بضاعت تحفه کردن خانه از جانب شخصان سخاوت پیشه و صاحبکاران نیز خبرها زیاد نشر می شوند، ولی به چنین کار خیر تشبث کردن مقامات محلی حتی با کمک صاحبکاران و مردم دست بخیر در تاجیکستان حادثه خیلی نادر است. 10 نفر در زیر این خبر در فیسبوک به شهرداری استرافشان برای چنین کار خیر آفرین خونده این عمل را نمونه خوب شایسته عبرت برای مسئولان دیگر شهر و نویه‌های تاجیکستان نامیدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که ریاست این سازمان ایجادی روز 29 دکامبر سال 2023 در جلسه‌اش 9 ادیب، 7 شاعر و 2 نویسنده را به عضویت اتفاق نویسندگان قبول کرده است. عطا میرخواجه نام‌های اعضای نو اتفاق نویسندگان را هم نشر کرده است. سینای ابوعلی شاعر، شهریار عالمی شاعر، بهمنیار سعید شاعر، ادیب حبیب شاعر، بزرگمهر حکیم شاعر،
صدرالدین حسن‌زاده شاعر، نرگس مرودعلی نویسنده بچه ها، فیض‌الله عبدالعزیزوف نویسنده ازبک زبان، اسدالله اسماعیل زاده شاعر. در همین جلسه روز 29 دکامبر ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان همچنین دو اثر را برای دریافت جایزه دولتی به نام رودکی در سال 2024 پیشنهاد کردند. در بخش ادبیات قلمرو میر، در بخش ادبیات کودکان و نورسان کفشیرگر، مجموعه قصه ها و حکایه ها و سفر حقدادوف رئیس اتحادیه های کینماتوگرافیستان تاجیکستان خبر داد که آنها به جایزه رودکی کارگردان ناصر سعیدوف برای فیلم را پیشبری کردند. ناصر سعیدوف برای این فیلمش سزاوار جایزه نخستین جشنواره بین المللی فیلم های دوشنبه تاج سامان شده بود. 31 دکامبر سال 2023 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه راننده автомашین تمغه BMW علیف دلشد سال تولدش 1990 ساکن شهر بختر هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد کوچه عینی شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомашین تمغه تویوتا که تحت اداره راننده فاضل و فردوس سال تولدش 1996 ساکن شهر بختر قرار داشت برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه تویوتا و مسافران داخل آن احمد حسین تویر جانویچ سال تولدش 2001 ساکن شهر بختر، اودینایف سعید جان تاجدینویچ سال تولدش 1998 ساکن نویه کوشانیان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. این چنین راننده автомашین تمغه BMW علیف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 31 دکامبر سال 2023 تخمینا ساعت 16:30 دقیقه راننده автомашین تمغه تویوتا عزیزوف فیروز جان سال تولدش 2004 ساکن نویه فیض‌آباد هنگام حرکت از سمت شهر نورک به سمت شهر وحدت در روی ماشینگرد دوشنبه وحدت واقع در حدود جماعت دیوت اسماعیل شهر وحدت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دیوار کنار راه برخورده است. در نتیجه مسافران داخل автомашین مذکور حسنوف بختیار سال تولدش 2003 ساکن نویه فیض‌آباد جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده. صمدزاده اکبرجان سال تولدش 2003 ساکن نویه فیض‌آباد در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه سینا با عریضه مرد 69 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 7 سپتامبر سال 2023 در نزد مرکز سودای سعادت زن 37 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده از او 200,000 سومانی را همچون قرض گرفته وعده داده است که در مدت 1 ماه برمیگرداند، اما نامبرده تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی 1 در نویه فردوسی عریضه مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که 28 دکامبر سال 2023 تخمینا ساعت 12:30 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد خانه استقامتی شده از آنجا 12,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 28 ساله ساکن نویه یووان صادر نموده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت عریضه زن 43 ساله ساکن نویه فیض‌آباد وارد گردیده است که شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد منزل استقامتی شده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی و نقرگی را به مبلغ 16,820 سومانی دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوانزن 18 و دو دختر نابالغ 17 ساله ساکنان شهر وحدت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه ناصر خسرو با عریضه زن 33 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش وارد شده از آنجا اسباب‌های برقی ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند که با این کردارشان به جبر دیده به مبلغ 9,000 سومانی ضرر جدی رسانیدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 32 ساله ساکن امین نویه صادر نموده است. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن دزدی 4 سر چاروا یک ساکن نویه باباجان غفوروف و 50,000 روبل کارت بانکی یک ساکن دوشتیج در بازار شهر استرافشان خبر داد.
و گفت برای دزدی اول یک ساکن پیش هم برای دزدی زندانی شده از نوع باباجان غفوروف و برای دزدی در بازار استرافشان یک زن 53 ساله دستگیر شدند. هنگام سنجش پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت پیش دستگیر شده مرد 30 ساله ساکن نوع باباجان غفوروف که پیش با ماده 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است معین گردید که دوم به 3 دکبر سال 2022 برای پنهانی از خانه استقامتی مرد 52 ساله ساکن نوع باباجان غفوروف 4 سر چارهای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرافشان عریضه مرد 39 ساله ساکن نوع دوشتیج وارد گردید که 6 دکبر سال 2023 تخمینا ساعت 2:00 دقیقه شخصان نامعلوم هنگام در داخل بازار مرکزی شهر استرافشان قرار داشتنش همیانش را که در داخلش 50,000 روبل روسی و یک عدد کارت امانت بانک بود دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی معین کرده شد که جنایت مذکور را زن 53 ساله ساکن شهر استرافشان صادر نموده است. نسبت به هر دو گمانبر شونده پرونده های جنایتی بر اساس ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. این بند قانون برای دزدی همچون جزا تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. شب سال نو و 1 ینور سال 2024 در جمهوری امگی یک جنایت ثبت شده است. وزارت این را نتیجه فعالیت پرثمر مقامات می شمارد. در نتیجه فعالیت پرثمر کارمندان مقامات کارهای داخلی و بردن کارهای فرماندهی در بین شهروندان سطح جنایتکاری کاهش یافته. در شب سال نو میلادی در مقیاس جمهوری امگی یک جنایت به قید گرفته شد. گفته می شود در اطلاع نشر شده در سامانه رسمی وزارت کارهای داخله برای کارمندان مقامات کارهای داخلی مبارزه با ضد جنایتکاری، تأمین ترتیبات جمعیتی، حفظ دستاوردهای زمان استقلال و آسایشتگی مردم یکی از وظیفه‌های مهمترین به حساب می رود. تمام کارمندان مقامات حفظ حقوق در همبستگی و همکاری کوشش به خرج دادند که چاره‌بینی‌های سال نو در فضای عیدانه، تنجی و امانی و آسایشتگی و آرامی برگزار گردند و امن و ثبات کشور تامین کرده شود. تاکید شده است. همچنین در اطلاعیه وزارت ساکنان میگویند هرچند شب سال نو استفاده فراوان از مواد پرتکنیکی خلپوش که آرامی مردم را زیاد خللدار میکرد ولی به صورت عموم عید با آرامی گذشت. هر سال در تاجیکستان به حساب میانه از 22,000 تا 24,000 جنایت ثبت می شود. یعنی به حساب میانه تا 70 جنایت در یک شبانه روز. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.